نام کوچه را چی گفتی؟ کوچه فیجان. فهمو باید در اینجا باشد. انا یک دفعه دست میتونه فکرم اینجاست. بیاید اینجا. بیمار کجاست؟ چی درد دارد؟ در داخل است. زخم برداشته است. من باشم در حال زنگ زدم. زودتر شوید. بیاید اینجاست. زودتر. شخص یاره‌دار در کجاست؟ شخص یاره‌دار نیست اما مرده میدهیم. چی ها میگویی؟ ایست چی کار میکنی؟ عذر میخوام، احتیاج به یاری تاجیلی داریم. ماشین رو زود گرفته رقمش رو عوض کنید. بمب رو باشد در درون ماشین گذار. فهمیدم اکا. اینها رو به قوطی اخلاق پرتوید. گوش کن، با دقت شوید. بمب رو خوب گذارید، نباشد همه شما رو میکشم. ایتوات. با قهر زمین فرو رفتنمی خیلی میگویند. حالم از این بدتر است. عزیزم تو یگان گناهی نداری. مادرم مخصوص برادرم رو جیغ زده است. میدونی او مرا خیلی دوست میدارد. مادرم همیشه کار میکرد، من رو نگاه بین میکردم. هنگام نگاه بین کردن با او غذای خوب نمیدادی. نقصان از کلسیم دارد یا اینکه پروتئین خوب استعمال نکرده است. یگان درد دارد. این خیلی نگوی. برادرم بهترین است. پدر و مادرت دیگر نمیخواند که خانه‌دار شویم؟ نه مادرم تو رو نقض دید. قسم میخورم. سنم تو نگران نباش. وقتی که من راضی شوم آنها هم راضی میشوند. کارلوس یک سوال دارم. بخیر است؟ با فکری تو یعنی من و تو از اوده این کار میبرویم؟ سوالی مشکل. حق دیگران رو پرسیدن دارم؟ نه جانکم البته میتوانی به خواست خدا تا آخری عمر یک جا میمونی. تنها ما رو مرگ جدا کرده میتواند. جانکم من تو رو دوست میدارم، دروغ نمیگویم. آخر زیب ما یک دیگر رو دوست داشتن است. زیب عاشق و معشوق از گلها اصل گرفتن و شعر و ترانه خواندن است. چونانی که من میدونم این سخنها رو از کتاب خوانده ای. بسیار زیباست میخیلی. من سخنهای کتابی رو بسیار نقض میبینم. تو هم نقض میبینی همین طور؟ این چیست؟ سرخ کنک گیر. وقتی غمگین شوی دیلت رو سرخ کن. هوای توزه میگیری. مگر تو با من تکلیفی خونه دور شوی نکردی؟ بودم. من قبول نکرده بودم. کرده بودی؟ نه نباشد برای عقد نیکولوزی می شود. فهمیدم جانکم. همین که فرصت یافتم روزی نیکو رو معلوم میکنم. تا وقتی که من در قید حیات باشم با این فاشیست خانه‌دار نمیشوی افا. بیهوده هوس نخور. راننده یاری تاجیلی رو لطوکوب کردند. به خود آمده باشد. ولی آقای مدیر از شخص حملگر صفت کرد. این کس است. آیا این کس مهاجر نیست؟ خودش قاتلی صالح است. میدانستم و به شما گفتنی بودم. این شخصی خطرناک است. دیروز همه را به جهنم تبدیل داد. دیشب ماشین یاری تاجیل را دزدیده است و گمانم چه نقشه‌ای دارد. به فکرم این ترکش‌ها دوام دارد. این آدم را از کجا یابیم؟ با مرکز کامراها زود صحبت داریم. در تمام شهر آنها را می‌جویند.
لبای مایلش بسیار خوب فهمیدم. آقای مدیر، آنها را بار آخر در راه نتا دیدند. در یکی از مرکزهای سودا در نوارها 2 نفر را دیدند و فکرم که انیق آنهایند. نقشه ترتیب دادم برآمد. اگر خوب فکر کنیم مرکز سودا برای عملیات بهترین جا است. برای گریختن نیست پلای است. من در حال به کارمندان خودم خبر میدهم زودتر برآورد. احتیاط شوید. در همه جا ما را میکوبند. بایلا شکا. اگر یک خطای کوچک کنیم ما را میکشند. بسیار خوب. خیلی هم خوب. اکا مشاهده کردیم در گرد و اطراف کسی نیست. حالا باشد. سی دقیقه خیلی زیاد است. 10 دقیقه خوب است. من را عصبی نکن. فهمیدی؟ ماشین یاری تجلی کجاست؟ انا در اینجاست. رفیقان، یک اشتباهی خورد حالمان را بد این خیلی نگو اکا. خدا نشانه دهد. رفیقان، تنها یک فرصت داریم. اگر بمبی که در داخل ماشین یاری تجلی هست ترک جواب این را گفته نمیتوانیم. نه به خدا و نه به وجدان خدا. فهمیدیم اکا. خداوند مددگار ما. آمین. بعد 2 قسط تقسیم شده. و داخل ماشین میداره. سر میکنیم. امانت تیار است. آماده شوید. میرویم. فهمیدم اکا. و میرویم اکا. آماده کردی؟ آماده کردم. حساب رو سر کرد. مثل خواسته هم شد. مهمان داریم. زودتر کنید. راه گرد. جدا میشه. بایلا شکا. حالا وقتش نیست. در گرد و اطراف آدم ها. آخر او میگریزد. از خفایش میرویم. مجید در اینجا ایست. زلیل زودتر از پای ماشین شوید. مردم اطراف را دور کنید. ما از خفای موجر میرویم. فهمیدم. از پای ماشین یاری تجلی. یا بسم الله. احتیاط باش. این نابکار نباید از اینجا بره. کنی قفص دویم خیزم.
در درون بمب است. چیکار دارید؟ بهترش منتظر میشویم. چی عضوهای بدنی ما رو آنها جمع کنن؟ حرکت کردن ما شاید خطرناک اگر شود. حرکت نکنیم چی؟ این خطری کلان است. شاید بمب با وقت گذاری شده باشه. من یک فکری عالی جناب دارم. چیست برادر؟ میگریزیم. خدایا توبه، خدایا توبه. ای برادر، وقتی مسخره کردن رو یافتی از خنده زیاد مردیم. سومن، تو میتوانی که مردم را پراکنده کرده میدان را خالی کنی. مردم زیادن، هر چیزی که از دستم اومد میکنم. پاسبان‌های مرکزی سودا به تو کمک میکنند. والتر تو این در را گفتنی بودم میکشوی. زودتر. خدایا توبه. اکا این چگونه بمب است؟ بمب ای وقتی چقدر وقت داریم اکا؟ 7 دقیقه. اکای ظریف، حل کرده میتوانی؟ نمیدونم. اکا میتوانی؟ نمیدونم. تو رفته ماشین را به کار درآور. خدا با ما کمک کن. با حرمت مردم بیگناه. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحمت. باید هر چیز زودتر بینو رو خالی کنیم. از قفایگان دری در آمد هست؟ بله هست. شد این در رو محکم میکنیم و در آمده اعلام کنید. مردم را از این درها برارید. از نزد تیرزه ها دور استید. مرا فهمیدید؟ زودتر شوید. فهمیدم. رفیقان همه در اینجا جمع شوید. زودتر زودتر. میدانم که در همین جا هست. شاید کایها رفته باشد. نه، در همین جاست. میدانم. شاهین، از این طرف. شاهین، خدا لعنت کند. اکا چیکار کردی؟ آنقدر خوب نیست برادر. سومن چیکار کرده باشد؟ 45 دقیقه خالی می شود. یگانه امیدی ما تو هستی. نمیدانم جوره جان، این خیلی مرکب است. اگر یکون کاری خطا کنیم خدا نگه دارد به هوا میپریم. زودتر شود که کار را حل کن. چند دقیقه دیگر ماند؟ 6 دقیقه. وای 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 وای. کارلوس چی کردی؟ کارلوس برادر زودتر به کار درآ. کوشش دارم. کارلوس چه حال داری؟ به ناموس کار نمیکند. چه کنم؟ با خدا فکری خوب. برادر کمی کمک کن. ای بسم الله. درها میپوشم. چی شد؟ تله میکنم. مایلش. ای مرا تنها گذاشته نمیگریزی نمیخنی؟ اکا وعده نمیدی هم. ای برادر نباشد همه را میترکنم. ای خدایا با این بنده عاجزت قوه حضرت علی رو ده. یا ربی. کنی شر بچه زودتر. کنی حرکت کن. کنی بازده. آفرین. شر بچه احسن. آفرین. کمی دیگر. کمی دیگر. کمی دیگر مجوره. کمی دیگر جوره جان. کوشش کن.
شاهین کجا شد؟ گریخت؟ بگمانم در اینجاست، یقین نمیدارم. من از این طرف از خفا میروم. اگر مرا دیده پرانده نتواند به سوی تو میآید. اینش چیست؟ شیران همیشه همه خیل رفتار میکنند. بهترش در اینجا منتظر شده چاه آماده کنیم. برادر این خیل کار زیبنده ما نیست. به ما گوش کن. اگر شهید شوم وعده میدی که اینا به کار زنده نمیمانید؟ اول تو شهید شو، بعدا فکرش رو میکنم. گفتم که وعده ده. تو هم وعده بیده که شهید میشوی. وعده میدهم. وعده میدهم. بسم الله. بولتا برادر کمی صبر کن، با خدا که حال میشود. غیرت کن برادر. کنی بولتا کمی دیگر کوشش کن، اندکی کوشش کن نشود. کنی قهرمانی از را نشان ده. بولتا کارگری تعیناتی مخصوص بودن از را نشان ده. اینش نیست، اینش هم نیست، اینش تماما نیست. زودتر بولتا. زودتر حرکت کن. چی شد بولتا؟ کمانده شدم. میدونم بولتا مشکل است. اگر این ترکت ما همه میمونیم. سپس در آخرت که جواب میدهد. یک ماشین را به کار در آورده نتوانستند و هزارها انسان ها از پشت ما مردن. همین خیلی میگوییم چطور به چهره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نظر میکنیم از برای خدا کنی گپ زن. اثرش هم براشین و زودتر 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 شو بولتا، زودتر شوید برادران. خداوندا آخرتم را به خیر بیار. صاحب قدرت تو هستی و بنده جای ده. یا الله. زودتر باشورا. زودتر بولتا زودتر باش. زودتر شو شرکی ما. الان شد با خدا شد. جوره کامیاب شده. حالا برادر کار کرد. زودتر بیا جوره، دیگر تله نکن. زودتر بیا زودتر. قدر دیگر وقت دارد. 2 دقیقه. پس این رو با کجا میبری؟ اول از اینجا دور کن. شرابهایش را گریان کن زیباتر میشود. برادر در خفای ماشین این تون بمب است. تو باشه از شراغه و دیگر چیزات خواهم میکنی. خرمان با تو دیگر چی گویم؟ ماجیر من آمدم که جانی تو را ستانم. آماده هستی؟ کن اینجا بیا دیوانه خدا. بگمانم که تکتیک عارف به کار می آید. در این گردش کرد. در اینجا؟ در اینجا. بولتا با کجا در آمده؟ برادر برادر راه کشا. عذر میخوام آدم دارم. خالت قربانت شوم. زودتر. اگر ترکیدنی باشی پیتر، این چه خیل بمب بود.
پای ماجر کنی بیا. گفتنی تو بر این پلید ثواب است. میگویند که پیش آمد خوش آمد. گشکان تو باز ما را فریب بدی ها؟ چقدر وقت ماند؟ از کجا دانم؟ دیگر نگاه نمی کنم برادر. در کجایی که ترکیدن گیرد. کمتر از 1 دقیقه. کایها بود از هوش رفته است. ایستا میدانی خالی است، با اونجا درو. من دیوان نمیشوم. راه شو برادر، کار داره. برادر ما وظیفه خود را اجرا میکنیم. ای در درون بمب است، میترکن. ما وظیفه خود را اجرا میکنیم. برادر کمند را یک طرف کن. راه کشا. کبزن تو باز برو میکنی ها؟ اشته التجا دارم. نزنید. در مسئله برادر ما چه میگویی؟ این هم دروغ بود؟ همین نه؟ اینش راست است. ای پلید برو گشکان. در دنیا یگان دروغ دیگر نبود مگر؟ یگان دروغ دیگر نمانده است مگر؟ 10 9 8 7 6 5 4 من دروغ نمیگم. پدر شما یک شخص است. من وعده میدیم که شما را به نزد او میبرم. این را بینیده باز وعده هم میدهد. چرا شما را یک جا دزدیدند؟ چرا از شما خون گرفتند؟ همش خیالات است. برای همین بودن برادر شما حجره های دینکه شما را برای سنجش گرفتند. نتیجه چی شد؟ اینش را از خود او پرسید. از کی؟ البته که از پدرتان. نامش چیست؟ او را شیخ میگویند. اما من نام و نسب اصلی او را و تمام معلوم او را میدونم. شیخ مرا میشنوید؟ عارف و شاهین ماجی را دستگیر کردند. چیکار کنم؟ خوب شد است. اطاعت. خداوندا شکر تو را میکنم. پروردگارا شکر تو را میکنم. رفیقان کس زنده صدا برآورد. کارلوس من خوب هستم، شکر خدا خوبم. ظریف خوب هستی؟ بولتا چی؟ برادرم خوب هستی؟ میگوید که خوب هستی. همه شنوم. با خدا که او کار شده است. ینگه میگوید که زنگ میزند.
چه؟ راست میگویی؟ گفت است برادر، گوشی او کار بود. وقتی که از جنگ گفت زدیم باز شنوا شد. تو آسانی از ما راه نمیابی. نام پدرت را با تو گفتم میتوانم. چه بود است؟ تنی گفت زد. پدرتون گفت زد. نامش از کجا آمد؟ Хочется сладкого? Лакомка от фабрики «Ата» – это то, что нужно. Вафельный сюрприз и шоколадное удовольствие. А теперь еще и лакомка мини. Маленький праздник каждый день. Лакомка вафли в шоколадной глазури от фабрики «Ата». Самое сладкое удовольствие. برادران من میروم. در شبا وا میخوریم. سلامت باشید. روز بخیر. بخیر از چرا اینقدر سروسیم هستی؟ مهمان دارم. باید او رو پیشواز گیرم. کیست؟ یک رفیق هم خدمتم. قماندان احمد نام دارم. یک دقیقه منتظر نمیشوی. یک چیز را گفتنی بودم. سومن باورم کن. سروسیم هستم. بعداً میبینیم. ایست. با تو میگویم بسیار مهم است. فرمایش. مسئله مهم چی بود است؟ باید نشسته صحبت کنیم. گوش کن. بعد صحبت میکنیم. تو بازدید. باید مرا گوش کنی. با تو تعلق دارم. ای خدا. خیر مایلش. گوشت میکنم. دیشب در شبه یک چیزی عجیب را شنیدم. گفتگو بین فضیه و شاهین بود. یک دقیقه باید به این زنگ جواب دهم. برادر آمده. کمتر دیگر مون. زیاد در راه بودیم. خسته شدیم. فکر و خیالم در تو بود. یگان مشکلی نیست؟ اگر هر دومون تنها بخوریم خوب میشه. ملک مکانی گفتم جای خوب است. در همون جا میخوریم. یگان کس تو رو نظارت ندارد. تا حال یگان گپ نشده است. اما میدانم که در جستجوی من هستند. باید احتیاط کنیم. خوب شد است برادر. وقتی که نزدیک شدی زنگ زن. سلامت باشی. چی گپ شد؟ کرخو خوبند؟ راستی آنقدر خوب نیست. در دست احمد یک چند معلومات مهم بوده است. گفت که با کسی باوری ندارد. تنها به من اعتماد دارد. که یک وقت خورده بینیم. چگونه معلومات بوده است؟ راستی من هم نمیدانم. احمد یگون چیز را از من پنهان می‌داری. بسیار میترسم. نترس. هنگامی که عارف رو یابیم همه حل نشود. عارف کیست؟ با او چندین مراتب ضد تروریستان جنگ کرده بودیم. یک مراتب مرا از مرگ نجات داد. زخم برداشته بودم و من کمک کرده بود. بسیار انسانی خوب است. این جزدان را با او دیم آرام میشوم. نترس جانکم. یکون کاری خطرناک نیست. انشاءالله مثل گفتن است. شما چه حال دارید؟ خوب هستید؟ خوب هستید. کیفی رد ماشینی احمد از اینجا گذشت و طرف شما می آید. ما اومدگیمون رو میبینیم. مسئله او رو حل میکنیم. تستار اکا در پیش پلیس است. امانت ها رو تیار کنید.
لطفاً حجت ها رو دهید. حاضر آقای پلیس. با خیر است؟ چرا در این وقت ما رو داشتی؟ نظارت حجت. بسیار خوب. تخص مادری ماشین تمام شده است. لطفاً از ماشین فرایید. خدایا توبه، خدایا توبه. ما از تخص مادری ماشین گذشته بودیم. 2 ماه گذشته است. همین خیر. ای لباس های این افلاس شد، همش پر از خون شد. اکا پرابلم نیست، اینش تازه است. نباشد زودتر این لباس ها را پوشید. کورس من گپ زن. چی بود از مسئله مهمت؟ دیشب در شعبه فضیه و شاهین بحث میکردند. در کدام موضوع؟ آیدی تو. در برای من؟ پس چی میگفتند؟ فضیه میگفت که مسئله برادری شما از کجا پیدا شد؟ او این را از کجا میداند؟ آیا در حقیقت این گونه مسئله وجود دارد؟ عمیق نیست، اما نباشد روشن‌تر فهمود کنی چی بوده است؟ این چندان مهم نیست. کسی از پیش خودش گفته است. تو فکرش نکن، من هم در فکرش نمیشم. با گمانم که همیشه در فکرش هستی. تو با گفته های من باور کن. چند مرتبه سر در بالامون تا حال بزرگ نشدی احمد؟ چی؟ آیا خائنی و ناحقی مردم را دیده خاموش شدم؟ آنها وطن را میفروشند، گویم که فروشد. البته که نه، لیکن فکر ما را هم کن. فکر شما را کرده خسته به استانبول آمدم. داداشم آنجا پلیس. من نمیستم، مرا نگاه نداره. آیا دیگر ماشین نیفته؟ تو کارگر حربی هستی، هیچ چیز نمیگویم. آمدم. دخترم سر دارو بالا نکنه. گریختن ندید، پرانید آنها را کشید. چرا با فکر فرو رفتی؟ کو گپ زن؟ میدونم که باورم نمیکنی. جانکم کو یک تقدیرت را بسنج. قبلا هم حق از جانب من بود. در کدام موضوع؟ در موضوع فضیه. باز سر کرده. هنگامی صحبت داشتن آنها رو شنیدم. هر دویشان با تو خصومت دارن. مرا گوش کن. آن وقت فهمیده بودم حاضر باشد امینم. پدر شاهین مدیر یتیم خانه تو بود.
پدری فیضیه باشد در اونجا کار میکرد. اکنون فهمیدی؟ تو همه این را از کجا میدونی؟ قبلا جستجو کرده بودم، حالا باشد روشن‌تر جستجو کردم. سخنهایم راست برآمد. از همه بدش این کی؟ چی؟ از همه بدش چیست؟ ها؟ در مرگ پدرش تو را گناهکار میداند. چی؟ خیر باز چی؟ چرا میخندی؟ من جدیم. از انتقام گرفتن سخن میکند. عارف باید فهمی. عارف بر ضد تو نقشه کشیدند. نمیدانم، راستی که باوریم نمیآید. آنچه را که شنیدم به تو میگویم. چرا به تو دروغ گویم؟ لبای برادر. عارف با ما حمله کردن، ما را احاطه کردن. قربانش هم زود بیا، تنم زخمدار است. تو چه ها میگویی؟ در کجایی؟ گفتن در نزدیکی مکان واخوری از راه کلانبر اومدم، در گردش علی بهار. فهمیدم برادر، حاضر میآیم. در نزدیکی یک مسجد است، یک مسجد صاحب. منش فهمیدم، صبر کن، حاضر میآیم. چی شد؟ چی میگوید؟ احمد حمله کرده. زودتر برای فقون خبر ده. و ماشین یاری تاجری نیز خبر ده. خداوندا با ما کمک کن یا رب. فهما حاضر میبرید. سومن در کجایید؟ میدانم خودی حاضر میآییم. شاین کمیسر بخیر است؟ یک رفیق عارف و اینجا آمدنه بود. خیر چی؟ به او حمله کردند. اکا تو چه میگویی؟ زودتر رفتیم زودتر. گلتن صبر کن دخترم، آروم شو، همش میگذرد. عارف نزدیک شد، حاضر میرسد. دخترم رو گرفتن احمد. بدن شد. این دیگه دارم مادرم رو تنها نمیگذارم، هر دوتون رو تنها نمیگذارم. دزدان را اینجا بیده، زن و دخترت را گرفته رو. جانم را میدیم، جوزا را نمیدیم. مرا شنیده بشنفو تا مرا نکرده رو جوزا نمیگیره. حیات زن و دخترت را میسوزانی، خودت میدانی. عارف زودتر بیا، زودتر بیا شنکی من. کجا شدی؟ زودتر بیا. تشکر. کی میرسیم؟ نزدیک شدیم. آروم شو، همش میگذره. گلتن صبر کن. این نوبکار نیت تسلیم شدن را ندارد. تو از این طرف را، من از این طرف میروم. زودتر راه گر، مرا محافظت کن. گلتن به اینجا میویند. رفتن ما در کار. احمد تو بیرو. نه تو را تنها نمیگذارم، باید یک جای روه. رفتن نمیتوانم. میتوانی. دخترم گوش کن، وقتی که اشاره کردم میدوی، فهمیدی؟ انا اون درخت رو دیدی؟ با اونجا جوزدار رو نیز با خودت گیر. زودتر. رفتم. شما بگویم روید.
اینقدر آدم یک راه بوده آقا ما رو مونده کرد. باید جزدان رو گیریم. محافظتم کن. اکا کرها شد. فهمو من رفته جوزدان را میگیرم. اکا آدم ها اومدن. انا در اینجا فرانه هستیم جمعه بزنی خواب رو به. احمد در کجاست؟ نمیدانم. اکا آدمی بسیار جمع شد رفتن در کن. ما جوزدان رو نگیریم و یکانجا نمیره. محافظت کن. من جوزدان رو گرفته میآیم. آلیس رفیقت در کجاست؟ نمیدانم سمان. احمد احمد تو در کجایی؟ عارف عارف در اینجایم. عارف زودتر بیا. زخم برداشتم. زودتر بیا عارف زودتر بیا. صبر کن ما آمدیم. کمی دیگر صبر کن. جوزدان برایم مهم است. برای حمایت کن. زدید شما از پیش روید. فهما باتا ما از کفا می روید. میگویزم ایست پولیس. ایست پولیس. به این طرف دویدیم. احمد 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 جانم
نداری؟ احمد خوب هستی؟ جزدم را گیر عارف، کودکانم را تنها نگذار. احمد برادر، احمد نمور. احمد چشمانت را باز کن. احمد چشمانت را باز کن. اقربسه زودتر به طرف بیکاز محله علی بهادر ماشین یاری تجلی فرستاد. احمد چشمانت را باز کن. دختر چرا از اینجا دور؟ پدرش رو در این حال ندید. خوب شده. ایستا بس کجا نکن یکو چیز نشده هست. بس کجا نکن یکو چیز نشده هست. مرا گوش کن همش خوب بشنه. در کجا؟ شاهین زود در ماشین عارف را گرفته بیار. پسر احمد جان بیدار شو. چشمانت را گشا. احمد جایش جنت با تعریف. خدا رحمتش کند برادر. دیر ماندم. احمد دیر ماندم. دیر آمدم برادر. اگه عیبی تو نیست خودت رو سرزنش نکن. 5 دقیقه بر وقت آمدن نتوانستی. یک قماندان جسور و دلیر شهید شد که خداوند ما را هم نصیب شهادت را چشم. آمین. اگه نابکار گریخت چیکار میکنیم؟ کجا گریخت؟ بیشتر با کجا گریخت؟ به یک ماشین سوار شده گریخت. رفیقان همسری و زخم برداشت. در سلامتیش خوب نیست. سومن تو رو به بیمارخانه ببر. ما از قفای جنایتکار میشیم. خوب فهمیدم. وعده میدیم برادر جان. امانتت را میگیرم. وعده میدیم. زودتر باشه. بریم. کمک لازم است. رفیقان یک کماندان شهید شد. ماشین یاری تجلی آمده او را میبره. بالای او را پوشیده منتظر. خوب شده است. ما انتظار میشویم. رفته بچه ها. حاضر میبره. خوب شده است. مادرم دیر میاد. دستی مرا گیر. گفتم که دیر میاد. بیا مادرت رو زودتر به بیمارخانه ببریم. جزدانی که رئیس خواست بود گرفتم. کمی مشکل شد اما کامیاب شدیم. نگران نباش. از آنجا گریختم. برادرم توی دارد. با آنجا میروم. توی؟ اینش از کجا پیدا شد؟ خیر چیکار کنم؟ در بین بازی نقشه میکشم. تو هم بیا. آنجا و میخوریم. مایلش سروغه را با پیامک فرست. مایلش در آنجا میبینیم. سلامت باش. مایلش میبینیم. مادر جان خوب هستی؟ خوبم دخترم. نترس خوبم. نترس. همش نرم میشه. الو فیضیه زودتر به بیمارخانه بهاری نبیا. شاید به ما لازم شدیم. مایلش. مادر جان من در اینجا مثل جا دارم. صبر کن مادر جان. اما چقدر مزید دیگه. قریب رسیدیم. بیمارخانه در اینجاست. اما اگه اینجا دارم زودتر شده. حال مادرم هستی. مایلش نترس. آرام شو. انا قریب رسیدیم. مادر جان. زود باشه.
بیمار آوردیم احوالش وزنی است. زود باش. فهمیدم. شد فهمیدم. آرام شو. همش نقض می شود. آرام شو. آیسته احتیاط کنید. شاهین چی شد؟ نقلش دور و دراز است. بد گپ میزنید. در کجا باشد؟ این آدم در کجاست؟ گرد نه من رو دیدم. به این طرف دوام ده. در پیش گردش است. به طرف راست گرد. او رو دیدم. شاهین چیکار کردید؟ سلامتی زن چطور است؟ حالا در بیمارخانه مراجعه راهی میکنم. من با تو دیرتر زنگ بزنم. اصلا دچار شده از نیه. گیر خورده است. از پشتش پرهال را به جراحی بده. بس کن. آرام شو. انا او رو به جراحی بردن. سرعت بشود. این پلید باید در همین جاها باشد. رفیقان گرد و اطراف رو خوب تر بینید. کجا گم شدن؟ که از اینجا به طرف چپ درو. انا یافتیم. این بود. کارلوس در اینجا ایست. لعنت خدا بود. او در اینجاست. برادران تقسیم میشویم. تمام سوراخی ها را کابید. در دست یک جزدان مهم است. احمد را نیز او شهید کرده است. هرگز را نکشید. آن بشرف را زنده میخواهم. عارف برادر آرام شو. آیا ما قاتل هستیم؟ ظریف التماس حرف زیاده نگو. این حال عصبم خراب است. کارلوس تو با من بیا. اینها خیلی اینقدر تیز آمدند. نیست. در اینجا هم نیست. کافت و کاب را دوام میدیم. میدانم که در همین جا هست. رفتیم. هیجان داری؟ بسیار هیجان دارم. تو چی؟ من هم در هیجانم. خدا از اکای فرد راضی شود. اگر او نمیشد توی رو کرده نمیتوانستیم. اکای فرد یک تاست. برای من وظیفه پدری را کرد. مرا کلان کرد. خواند. پس چرا تو حال نامده است؟ باید بیاید. برای سرایندگان رفته بود. دوادوی توی را دارد. انا مادر اکای فرد در کجاست؟ نمیتابد؟ نمیدونم. او رو زنگ زدم اما جواب نداد. حاضر می آید. زودتر می آمد علیکه مردم آمدند. می آید نگران نباش. بارون اکا خیرت که آمدی؟ شهرکی من جان من چه حال داری؟ منتظری تو بودیم. چه خیل شدم؟ لباس هایت زیبیده است. ماشاءالله. رفتیم. میرویم. خوش آمده. به اینجا نگاه کن. وای حاضر تو را میخوام. آهسته انتظار شو. در اینجا مردم زیاد است. یک و یک بار حمله نمی کنیم. عارف به نزد رقم 23 بیایید. برو یافتیم.
کجا شده دست پشت شما توی خانه با زندان تبدیل یافت؟ چنین موسیقی را سر کنید نوازه. برادر چی گپ شد؟ چیکار میکنید؟ در اینجا چیکار دارید؟ این آدم کیست؟ اکرم میشود. او گناهش را خوب میداند. گوش کنید اشتباه شده است. ما در اینجا بزم و توی داریم با یگان کس ضرر نرسانید. ساسادا رو بس کن. جزدان رو کجا کردی؟ برادر چی خیلی جزدان؟ گوش کن نیرنگ رو بس کن. جزدان رو چیکار کردی؟ یگان خیلی جزدان را نمیدانم. بولتا برادر فکر کن. معلوم که در اینجا قائل نمیشود. در جویدی است. یگان کسی که مرا نمیبرند. میبرند بران میبرند. ما مردم کرد همیشه در چشم آنها گناهکاریم. برای شطه زدن تیاریم. دروغ نگوی. سفسطه را بس کن. آیا در پیشانی تو کرد نوشته شده است؟ برای قاتل بودن به اینجا آمدیم. شغال با مردم کرد یگان مشکلی نداریم. وگرنه منی کرد چرا لباس پالیسی پوشیدم؟ اغوا نانداز. گپ را زیاد نکنید. ما باید او را گرفته بریم. با کدام سبب کی منو میبرید؟ از خانه همون برآمده روید. نمیبینید که در اینجا توی است؟ قصدن این کار را تشکیل کردند. بزم و بازی را برای ما حرام کردند. خدایا با من صبر ده. پسرم گپ زن. فیرت چی کار کرده است؟ میگویم مادر اما صبر و طاقت شنیدن آن را نداریم. به هر حال گپ زن. یک جوانمرد را شهید کرد. زنش را پرانده مجروح نبود. شاید تو خطا کرده باشی. پسری من بسیار یگان سرباز تیر نپرانده است. متاسفانه همین طور است. با سلاح شوخی نکن. سلاح را پرتو. از اینجا نمید میگویم. پرتو نگویم. اخلاق رو بسرد گیر و حیاتی خودت رو نسوزون. دیجا میکنم پسرم. قسم میخویم که میپرانم. زودتر پرتو. سلاحت رو پرتو. و تو میگویم پرتو حیات رو نسوزون. پرتو رمید. برای بچو خفا رمید. زودتر. اکا این بشرا منو دیوانه کرد. او را سوی استفاده میبرد. اجازه ده دستگیر کنم. بران نیست. هیچ کس نمیخواد که اینجا ناآرام باشد. از اینجا برآمده روید. سنگ زنید. سنگ زنید. حاضر باشید سنگ زنن را نشان بدید. احتیاط باشید. روزمره کس ضرر نرسانید. مردم را محافظت کنید. برادران سلاحتان را پرتوید. ما با شما یگان کاری نداریم. همان قاتل را گرفته میبریم. بران با اونها باور نکنید. تو ما هم نکشید یگان کس را نمیبریم. اگر علم در ثریا باشد پیشک مردان از اینها آن را به دست آورند. این حدیث پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و آن را در حالی گفت که دستش بالای شانه سلمان فارس بود.
درستی سخن پیامبر خدا را در خدمت اسلام کمر بستن ابرمردان از نیاگان ما به مثال امام بخاری، امام نسائی، امام ترمذی، امام اعظم، امام غزالی، امام ربانی، ابن سینا، جلال الدین بلخی، شیخ سعدی، خواجه حافظ، میر سید علی همدانی، جامی، بیدیل و دیگر ستاره های درخشان و راهنمای آسمان عرفان اسلامی و تمدن انسانی به اثبات رسانیده جهان معنوی اهل بشر را منور ساختند. آینه عبرت. یار مردان خدا باش. استودیوی همصدا با مقصد رشد معنویات مردم و آموزش حیات عبرت‌آموز بزرگان هر هفته پارچه‌ای را از حیات آنها پیشکشی شما خواهد کرد. همصدا، همصدای دل شما.